از خجسته میلاد حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها با هدف ترویج الگوهای فاطمی برای اصلاح جامعه در غرب کابل گرامی داشت شد. سخنرانان در این مراسم گفتند سیره زندگانی دخت نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم برای زندگی بشر مهم است و با الگوگیری از آن حضرت می توان جامعه را اصلاح کرد. شرکت کنندگان نیز تاکید کردند با شرکت در این مراسم درباره جایگاه حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها نزد پیامبر آشنایی پیدا نمودند. داود ناظری جزئیات می‌دهد. گرامی داشته خجسته میلاد با سعادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها اینجا در غرب کابل. مراسم معنوی که سخنرانان با تاکید بر الگوگیری از سیره زندگانیان بزرگبانی اسلام گفتند الگوگیری از حضرت زهرا سلام الله علیها می تواند در اصلاح جامعه نقش بی‌بدیلی داشته باشد. با گفته آنان حضرت فاطمه زهرا ادامه دهنده راه پیامبر گرامی اسلام است. کسی که پیوند با زهرا داشته باشد فصله نمازش را بخواند، متوجه نمازتان باشید. اگر می‌خواهید که با زهرا باشید، اگر می‌خواهید زهرا شما خوشحال باشد و به وجود شما افتخار کند، متوجه نمازتون باشید. از این برنامه هدف ما از این برنامه فرهنگی اولین چیزی که ما داریم همین حفظ حجاب و حفظ ارزش‌های یک زن بوده توی جامعه که در بحث حجاب نهفته شده. به خاطر از این میریم که فرزندای ما زمین خاطرکی با خاندان اهل بیت با اخلاق فاطمه الزهرا و با آداب و رسوم اونا بزرگ شوند و یاد بگیرن که چگونه رای اونا رو تعقیب کنن. در این مراسم شرکت کردیم که به خاطر که حضرت زهرا را بیشتر بشناسیم و از او الگو گرفتیم که دختر با حجاب و با نماز خوان باشیم و در اینجا بیاییم که تا قرآن یاد بگیریم. در این مراسم همچنین تاکید شد برای اصلاح جامعه و تحکیم وحدت میان مسلمانان مراسم های این چنینی باید به گونه گسترده و باشکوه